در جریان مذاکرات نوبتی گروه‌های کوری تپوگرافی و گروه کوری اوید به مسائل حقوقی ایالت‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به معین کردن سرحد دولتی در اساس موافقه به دست آمده از 17 تا 23 دکمبر سال 2023 که در شهر بوستان ولایت سوغد جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. گروه‌های کوری تپوگرافی بر سر باز 11 کیلومتر از قطعه‌های بحثی سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان به موافقه رسیدند. بنا به اطلاع یکسانی که هر دو طرف نشر کردند، واخوری در فضای دوستی و همدیگر فهمی برگزار شد و از نتیجه واخوری پروتکل داخلدار به امضا رسید. درباره اینکه تاجیکستان و قرقیزستان این دفعه بر اثر کدام قطعه‌های بحثی مرز به توافق رسیدند، در اطلاع رسمی یگان تفصیلات داده نشده است. تنها گفته می شود که جانب‌ها کار اوید به توسعه منطقه‌های باقی مانده در واخوری نوبتی که در جمهوری قرقیزستان برگزار می‌گردد ادامه می‌دهند. به این ترتیب تنها در 2 هفته اخیر دوشنبه و بشکک باز 59 کیلومتر از قطعه‌های بحثی مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان را مشخص کردند. در 3 ماه اخیر طرف‌ها علکی 134 کیلومتر از قطعه‌های بحثی مرز را مشخص کردند. مذاکرات مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان بعد چندین سال رکود تازه از ماه اکتبر سال 2023 یک بار صورت گرفت. رئیسان ایالت‌های دو کشور در مذاکرات مرزی سیمومین یتیم و قمچبک توشیف روز 12 دکمبر در بادکن گفتند که علکی بیش از 90% طول مرز بین این دو کشور معین کرده شده. تا انجام پوره تشخیص مرز مگی چند دور دیگر مذاکرات باقی مانده است. رئیس جمهور قرقیزستان صادر جبارов اخیراً ضمن بازدید از ولایت با تاجیکستان ام مرز بادکن خبر داد که بشکک و دوشنبه علکی در بهار سال 2024 مذاکرات مرزی را به پایان خواهند رساند. جبارov گفت آنها قصد داشتند که این کار را علکی تا پایان سال 2023 به انجام برسانند، ولی مذاکرات مرزی یک کمی طول کشید.